آقا این صحنه رو دقت کنید. من میام راش انمی که پایینه رو بزنم، یه انمی از بالا به من راش میده. من یه چیکار میکنم؟ یه بک به سمت این کاوره میزنم و بعد دوباره راشش رو میدم. حالا صحنه آرامش رو دوباره استوموشنش رو دوباره میبینیم. حالا این صحنه رو دوباره ببینید. من یه بک به سمت این کاور میزنم، دوباره میام راش میدم. چه مزیتی داره؟ وقتی من بک میزنم به سمت کاور، انمی فکر میکنه که من میخوام در برم. چیکار میکنه؟ میاد استراتژیشو عوض میکنه. اینجا نگاه کنید، گانش عوض کرد. میاد استراتژی رو عوض میکنه، بعد که یهو من دوباره سری راش بهش میدم غافلگیر میشه. پس یعنی من الان هم برتری زمانی پیدا کردم چون داره استراتژیشو عوض میکنه، هم